شام بخیر عزیزان. طرز تهیه ترشی سبزی و یا ترشی هویج در شرایط خانه. از این دستور بیشتر از 20 سال استفاده میکنم و شکر خداوند همه وقت نتیجه خوب میگیرم. بیایید شروع میکنیم. ترشی رو از 1 کیلو سبزی آماده میکنم و سبزی رو رنده میکنیم همان گونه که در نوار میبینید و بعدا سری موفقیتی همین ترشی در اون است که برای 1 کیلو 1 قاشق غذاخوری نمک میگیریم، نمک میده و خوب آمیخته میکنیم. سیرش در همین است تا زمانی که سبزی آب کشاید، همون گونه که در نوار میبینید و حتی ببینید حجمش 2 برابر خرد شد. و بعد اون برای 1 کیلو 5 دانه سرپیوز، 3 قاشق روغن و 100 میل سرکه 9%. همه رو خوب آمیخته میکنیم و 24 ساعت در یخچال میمونیم. بعد 24 ساعت آماده است و میتوانید استفاده کنید. حاضر آن رو به ظرف دیگر میگیریم. آبی زیادتیش رو در آن ظرف دیگر نمیگیریم و خوب آماده شده است. ترشی رو در یخچال نگاه داشتن در کار است. هر وقتی که میخواهید استفاده کنید. امیدوارم این دستور برای شما پسند آمد. نوش جان.